سلام بچه‌ها، خوش اومدین. قرار تو این ویدیو به یکی از ویدیوهای خفنی که به چشم اومد و همونطور که داشتم داخل اکسپلور یوتیوب بالا پایین میکردم گفتم دست وان گفتم به این ویدیو ریاکت کنم. ویدیو از چنل جی مستره که اومده فکر کنم پر ویو ترین ویدیوی چندش هم هست که اومده از پلی استیشن 1 تا پلی استیشن 5 رو خریده و داره همه‌شون رو آنباکس میکنه. از نظرم جالب اومد و لایک و کامنت و سابسکرایب رو باید یادتون باشه، خیلی به رشد چنل من کمک میکنه. دوستتون دارم و بریم ویدیو رو ببینیم. Let's go. امروز طبق معمول داشتم وقتمو به بتالت میگذروندم و واقعا هیچ هدف خاصی نداشتم از جوارو و یهو یه ایده‌ای به ذهنم رسید، اینکه من وقتی اینقدر پلی استیشن رو دوست دارم و این همه باهاش بازی میکنم و وقت میگذرونم، چرا یه کلکسیون کامل از تمام پلی استیشن یک من بچه‌ها. پس وقتش رسید که تک تک این پلی استیشن یک منم همین شکلیه دقیقاً. بچه‌ها این شما و اینم همه کنسولای پلی استیشن که جمع کردنش هلوش 1 سال طول کشید و فکر نکنم کسی تو یوتیوب فارسی این کارو. بچه‌ها این PS1 دقیقاً PS1 منم همین شکلیه. اصلا این لحظه وایستنا بهتون نشون میدم. این شما و این PS1 من بچه‌ها سالمه. من هر چنگایی رو بستش میکنم، بازی میکنم، داخلش کراشه همونطور که میبینید. کی فاکینگ کارت سیو و یادشه بچه‌ها. این کارت سیو اگه نبود شما بازی تو محله آخر میرفتی، کاری واسط پیش میومد، برق میرفت و میرفتی که دوباره از اول بازی کنی، بازیت از اول شروع میشد. فاکینگ میدونیم از چقدر سر این هرس میخوردم. همین جی مستر این کارو انجام داد. امروز قرار تک تک این کنسولا رو از پلی استیشن 1 تا پلی استیشن 5 نمیدونم چرا بینشون فرق گذاشتم. اون پلی استیشن 1 رو فارسی گفتم ولی پلی استیشن 5 رو انگلیسی گفتم. امروز قراره که از پلی استیشن 1 تا پلی استیشن 5. بچه شما کدوم کنسولا رو داشتید؟ من خودم PS1 داشتم و نسل به نسل بعد با PS4 PS2 نداشتم، اما خب چون پسر خاله‌ام داشتن همیشه میرفتم پیششون بازی میکردم. اما PS1 و PS4 رو داشتم. اینکه بدون معطلی بهم بگید تو کامنت ها، بهم بگید کدوم کنسولا رو داشتید بچه‌ها. Let's unbox. سلطان. خب اولین کنسولی که اینجا داریم بچه‌ها پلی استیشن 1 که این کنسول سال 1994 اومد بچه‌ها و دقیقاً میشه گفت 5 سال قبل اینکه من به دنیا بیام و اولین کنسول تاریخی بود که بازی‌ها رو به صورت سه‌بعدی اجرا می‌کرد. پلی استیشن 1 که 2 مدل هم داشت، پلی استیشن 1 این به قول خودمون فت و اسلیم و کوچولو. اینم داشتم من بچه‌ها. من هر دو تا PS1 رو داشتم. بریم بازش بکنیم ببینیم که روش چیا داریم. اول از همه از اینجا جعبه واو خیلی حال میده آنباکس پلی استیشن ها، مخصوصا این قدیمی ها. دسته زیبا. البته این دسته پلی استیشن 2 و دقیقاً تو مشکیه. نمیدونم گیر بیاد یا نه، سعی میکنم پیدا کنم دسته اصلیشو، ولی این دسته قشنگ دسته پلی استیشن 2 این کپی پیست پلی استیشن 2 این دسته اصلا برای پلی استیشن 2 واقعا. وای پسر من این بازی ها رو قشنگ یادمه. پپسی من دیدم اون لابلا. کول. وای اینا رو کیا یادشونه؟ اینم خود کنسوله. هرکولو دارم آقا بچه‌ها. البته نوش تو بازار دیگه نیست. آجی خیلی خرزق شدم. چقدر PS1 خوبه. پشمام. بریم که وصلش بکنیم. چیز خاصی هم نداره. یه کابل برق و کابل فیشش. وای اون صدای لودینگ PS1 بچه‌ها الان میشنوید. قراره بریم مدال آف آنر مدال افتخار بازی کنیم ببینیم بازی شوتر چی بودن و چی شدن. وای بچه‌ها صداشو نگاه کنید. وای پشمام نگاه کن. صدای زندگیم از 5 سالگی تا 7 سالگی 10 سالگیم. وای بچه ها من قشنگ به نوعی این بازی یادمه. تو همچنین من بازی میکردم، جز اولین بازی بود که بچه بودم بازی میکردم. خیلی زوبه. وای صدا شده پدر بازی‌های شوتر بود دیگه مدال افتخار. نگاه کنید گرافیک. ببین حتی با این شوک من نمیتونم ایمتو تغییر بدی. بچرخونم.
دقیقاً. می‌دونیش بینه برای که سرتو به چرخونی قشنگ یادمه کدوم دکتر میگه ایمو نگه می‌داشتی؟ نگه داری بعد تازه میتونی سرتو به موزیکای خیلی حال من می‌ده. همه رو یادم 2-3 بار این گیمو تموم کردم. واه چی خاطرم داره زندگی. بریم سراغ کنسول بعدی پلی استیشن 2. دیگه خدای کنسولاست دیگه. PS2 هنوزم که هنوزه بازیاشو بازی میکنم. شبیه سازشو دارم. دوران طلایی کل عمر منه، یعنی واقعا دارم میگم جایی خیلی حال میده. من به گیم و تمام این اتفاقاتی که داره برام حتی همین الان رخ میده چند یوتیوب زدم مثلا یکی از دلایل اصلیش پلی استیشن 2 این دوران گادترین دوران بود و به نظر من بهترین دوران کل صنعت گیمی پلی استیشن 2 قبول دارم. PS2 واقعا انقلابی بود آجی. خیلی خفن بود به نظر من PS2. استودیوی بازیسازی همشون از ته دل کار میکردن و بازیایی که میومدن بیرون همه بازیایی بودن که دلی بودن و خیلی خفن تر بود و البته اینم بگم اون گرافیکا اونقدر زیاد نبود که نیاز به زمان باشه این بازی ساخته بشن و از همه مهمتر از دلایل اصلیش اینه که اون دوران من با سری گاد آف وار آشنا شدم و چقدر با این سری حال کردم و تبدیل شد بهترین فرانچایز کل عمرم. نوبتی هم باشه من با رزیدنت اویل خیلی حال میکردم. رزیدنت اویل 4 بچه انقدری میترسیدم اما در کنارش پلی میدادم. مریض بودیم، سادیسم داشتیم. 18 سالگی فکر کنم از 9 سالگی 10 سالگی تا 18 سالگی با این کنسول خاطره دارم و اون چیزی نیست جز پلی استیشن 2. خب دوباره طبق معمول یه کنترلر پلی استیشن 2 این سری دیگه کنترلر واقعا کنترلر پلی استیشن 2 خود کنسول PS2 پلی استیشن 2 نقره‌ای دارم و احتمال خیلی زیاد اونو ریمیکش کنم و اگه ریمیکش بکنم اون روز ویدیوشو داخل چنل میذارم و بهتون نشون ندادم اونو که چه بلایی سرش اومده. اما این کنسولی که من گرفتم تازه خریدم و یه جورایی میشه گفت استوکه و نوع کنسول پلی استیشن 2 رو که بگم پیدا نمیشه. اگه هم پیدا بشه خیلی کم گیر میاد یا تمیزش آره بابا همه استوکن دیگه. نوک اصلا ساخته نمیشه خیلی وقتا. خیلی خوشگل تره. من نقره‌ایشو داشتم و اینم پلی استیشن 2 و دیگه داخلش یاد خیلی خوشگله PS2 واقعا. کابلا رو داریم همون کابلای تصویریه که داخل پلی استیشن 1 اون بود و دوباره کلی وای همین چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم. 8 مگابایته. دقیقاً 8 مگابایت. شما آهنگ دانلود میکنید 8 مگ، عکس میگیرید 10 مگ. این از یه عکس حجمش کمتره. ما اون موقع بازیامون رو تو این سیو میکردیم و کلی بازی توش جا میشد. 30-40 تا بازی حداقل. کلی بازی‌ها رو هری پاتر. چقدر بازی رزیدنت اویل 4 اینو دیگه نمیسازم. وای پانیشر یکی از بازیایی که واقعا پیشنهاد میکنم بازی بکنید و گاداوا رو حتی همین گان اینا رو حتما بازی بکنید. همشون رو تقریبا بازی کردم. برای بریم وصلش بکنیم و یکی از بازیایی که خیلی دوستش دارم رو براتون داخل این کنسول بازی کنم. یعنی گاداوار دیگه. چیزی که قرار بازی بکنیم چیزی نیست جز گاد هند. دست خدا فنترین گیمای داخل پلی استیشن. خیلی گیمش سم بود بچه‌ها. خداست. عجیب غریب بود گیمش. بازیت بالا نیومد داداش، نیومد. الو سی دی به این شکل میره داخل سیدی رو نذاشته بود. و در بسته میشه. دکمه رو نگاه، دکمه رو وای الان صداش میاد. بس دیگه جمع جور کنیم خودمونو. درست کردن ولی واقعا خیلی خفن صدا. من این بازی رو انقدر دوست دارم حتی سم خالص. ویدیوهام هم استفاده میکنم. خیلی این بازی خوبه، خیلی خوبه و حیف چرا همچین بازی یه ریمیک نمی‌کنم. اینجا نگاه. خدا بود بازیش. یه نکته‌ای که این کنسول داشت این بودش که میتونستید وای والا میفته لوگوشو بچرخونید. میتونستید اینو لوگوشو بچرخونید. دقیقاً. البته نمیدونم این بشه چون افقی عمودی میذاشتن دستگاه دیگه، لوگوش هم بعد میچرخید. ولی بقیه‌شون میشه چون این استوکه نمیشه. بریم سراغ کنسول بعدی پلی استیشن 3. از نظر من مسخره ترین کنسول. نه ظاهرش خوشم میومد، ارزم به حضور از هیچ چیز خوشم نمیومد.
که آقا من هیچ وقت نداشتم اینو و همین فکر کنم 6-7 ماه این درست گرفتم، اصلا هم اونقدر باش منم هیچ وقت نداشتمش و خوشم نمیومد اصلا. و تموم کلکسیونرها من حس میکنم حسادت میکنم، چون خودم اگه بودم واقعا حسادت میکردم. اینه که من این کنسول رو پلمب خریدم. میدونم دارید حسادت میکنید چون من کلکسیونر خیلی بهتریم. میدونم شاید خیلیاتون تعجب کنید ولی واقعا باسنم سفید بود که پلمپشو پیدا کردم. پشمام چجوری مگه پیدا میشه اصلا پلمپش؟ به خاطر اینکه گاداوار اسنشن توش بازی بکنم و چون گاداوار 1 و 2 ریمستر شده رو توش به صورت 1080p بازی بکنی 60 فریم. از دستش هم اصلا خوشم نمیومد بچه‌ها، اصلا خوش دست نبود، آنالوگاش هم خیلی اذیت کننده بود. جفتش مشکی در اومد نمیدونم چرا. کابل های بازی اینجان، کابل ها همه پلمپه بچه‌ها، نگاه کنید همه چیش پلمپه. پشمام ریخته اینو من گرفتم و حتی تبدیل این سفیشش هم داره. برای کسایی که نمیدونن این چیه بچه‌ها، اینا رو زمان قدیم میزدن این پشتش تبدیلشه، میزدن به یه سری تلویزیون بودن بهش میگفتن تلویزیون کعبه‌ای مکه‌ای همچین چیزی میگفتن. مکه‌ای پشت این که این سه تا فیش وی جی ای فکر کنم میگه پشتیبانی میکنن بتونی بازی بکنی. و آره این برای اونه و میرسیم به اصل کار، جیگر طلاها. الان درش میارم بیرون. اوه مای گودنس یا شت تا به حال من PS3 آنباکس نکرده بودم. میگم حتی دفترچه های بازیش هم هست، یعنی حتی دفترچه‌ش هم هست. میرسیم به اصل داستان. خودت مدل فکر کنم اسلیمش هم هست اگه اشتباه نکنم. آره اسلیمه. فتحش خیلی عجیب غریب‌تر و زشت‌تر از اسلیمشه. چقدر تمیزه. شما و این هم PS3 چقدر خوشگله، خیلی خوشگله. من PS3 آره واقعا اسلیمش خیلی خوشگله، اون فتح خیلی زشت بود خدایی. گرفتم چون یه پلی استیشن فنم. آره داداش پلی استیشن فنم ریدم تو ایکس باکس. بچه ها 100 تا اکانت سپاتیفایو بازی که میخوایم داخل اینجا بریم چیزی نیست جز اوسته بهترین گیم عمر من. اگه ویور من این بازی رو بازی نکرد ویور من نیست. گاداوار 2 مخصوصا باید اینو بازی کنید هر جور شده. دیگه کیه گاداوار رو پلی نداده باشه واقعا؟ پلی‌استیشن 3 و همونه دسته واقعا همونه، همون حس رو بهتون میده با این فرق که پیسیمه و الیکلوش فرق میکنه. به نظر من دسته ایکس باکس 360 خیلی بهتر بود با اینکه از ایکس باکس بدم میاد ولی اون واقعا بهتر بود تو اون نسل دسته. آره دسته PS3 اصلا جالب نیست. دهن سرویسی بازی اومد بالا. سیس گرافیک و یادش بخیر گاداوار 2 رو. چقدر کیفیتش بیشتر از پلی استیشن 2 پسر. 60 فریمه بچه ها. بچه‌های دیدید ما قسمت اول این بازی فاکتوری کردیم چنل دوم، قسمت دوش هم میریم، منتظر باشید به زودی تو همین ماه استارتشو میزنیم. بهترین گاداوار کلا گاداوار 2 از دست این بازی نمیاد، برای من دیگه نمیاد. از نظر من بهترین گاداوار 2. 3 هم خیلی خفن بود اما 2 چیز دیگه بود. او این مجسمه یادش بخیر چقدر بچه بودم از این میترسیدم. یا اینجا کسافت یا که کورت کنم نجم. بریم سراغ کنسول بعدی PS4. سلطان PS4 به کنسول پلی‌استیشن 4 کلی از گیم های آنلاین عمرم من توی این کنسول تجربه کردم بچه‌ها. فوق‌العاده بود واقعا. دانشگاه میرفتم و اصلا علاقه به دانشگاه نداشتم، میومدم خونه که فقط بازی بکنم اون روز مزخرف رو فراموش کنم. یعنی من دبیرستان میرفتم و اصلا علاقه به دبیرستان نداشتم. یادم اون موقع شبا بیدار میمونم تا 3-4 صبح. اون موقع نه کامپیوتر داشتم. دقیقاً دوستی داشتم که تا صبح بشینم باش. خب من دوست داشتم ولی کامپیوتر نداشتم. نشستم تکی واسه خودم فیفا، دارک سولز، آنچارتد بازی میکردم. قشنگ یادمه
گاداوار بازی میکردم و چقدر خوش میگذشت و دلم خیلی میخواد واقعا. برگردم تو اون دوره. واقعا اون دوره بچه‌ها خیلی خوب بود و همین جی مستری که الان میبینید متولد شده همین PS4 یعنی همین PS4 باعث شد که من متولد بشم. کلا PS4 خیلی از ما رو گیمر کرد و به که سمت گیم و استریم و این داستانا سوق داد. اصلا دقیقاً. هدف دیگه ای نداشتم. ما همین کارا رو واقعاً می‌کردیم. میتونم بگم مدیون پلی استیشن هم، چون 1 سال و نیم با من راه اومد و تمام بازیامو با این کنسول رکورد کردم و حتی با گوشیم ادیت کردم S8 که الان بنده خدا دیگه پیر شده باتریش جون نداره. بریم که بازش بکنیم این کنسولو دمت گرم حاجی. که چی توش داره. به به. اوه شیت. بچه من اول گیم آنلاینی که روی کنسولم بازی کردم اینجاستیس 2 بود. از اونجایی که عاشق بازی‌های فایتینگم و چقدر حال میداد اینجاستیس 2 اینجا آنلاینش. چیزی نیست. خالیه. چرا توش چرا این کنسول رو فروختم واقعا؟ پشیمونم بچه دیوونه بودم فروختمش. چیز من چیزی میگردی اسکولم خودتونی. آقا PS4 من این پایینه بیا بگیر. PS4 من این پایینه. PS1 گفت دلغک. بخوام علکی قیافه بگم وای حاجی من اینو تازه خریدم. نه آقا PS4 من اینجاست دیگه واقعا حوصله‌ام نمیکشید بخوام اینو بذارم. بریم روشنش بکنیم و ببینیم گرافیک از PS3 به PS4 چه تغییراتی کرده. صدای منوی PS4 به نظرم از همه منوهای پلی استیشن خفن‌تره. 100%. یه موزیک خیلی نرمی ما میخوابیدیم با صدای منوش. میشیدم یعنی بازی هم دقیقاً. نگاه کنید صدا موزیکشو فقط. من میخوابیدم بچه من با این صدا میخوابیدم جدی دارم میگم. مدیتیشن. کلی بازی اینجا داریم و واقعا نمیدونم چه غلطی بکنم کدوم بازی برم. حتی بازی پلی استیشن 2 من تو این ریختم بچه‌ها. اینجا میخوام یه چالش به فیلمبردار عزیزه بدم. یه دست کراش ماشینی میریم اگه بردی 1,000,000 تومان میبری. بازی بس حرف بزن. میدی؟ میدم به خدا میدم. میپذیری یا نه؟ آره. خب تو چی میدی اون وقت؟ هیچ. فیلم بردارش چقدر میترسه. بچه اونجا که من سلطان کراش ماشینی ایران و جهانم مپی هم که میریم من اگه اینجا بودم یه تومن رو برده بودم 100% تو جیبم. اگه حمایت کنید از این ویدیو یه ویدیو با خواهرم میگیرن سر پولم باش بازی کنم ولی اون موقع تو میبازی بعدم میبازی پولم باید خدا حاجی وای وای باختم اول شدم یه تومن باختی. این شما و اینم خفن ترین بازی گاداوار. چیزی نیست جز گاداوار رگناروک. فقط گرافیکشو بیاید مقایسه کنید با نسخه PS3 که ما داشتیم بازی میکردیم. ریشای کریتوس رو نگاه کنید. حالا این گاداوار رو بعد تو PS5 بازی کنی که گرافیک اصلیش رو ببینی. باز تو PS4 گرافیکش پایینه. نسل داره همینجوری جلوتر میره خفن‌تر میشه پشمه همه قراره بریزه. عسل طلای ماست. PS5 بچه‌ها قسمت نشد من PS5 داشته باشم. واقعا خیلی دوستش دارم. چون که دهنم سرویس میشه و همه میخرم تو همین ویدیو قول میدم که با کمک و حمایت های شما یه روزی میخرم. بچه‌ها اینم واسش اضاف خریدم. اینم اسکول شدم یه لحظه. منو ببخش. شارژ دستشه. اینم کابل شارژ دستشه. PS5 تو یه روزی میای اینجا بغل من. PS5 با هم دیگه واسه بچه‌ها ویدیو میگیریم. نکنم الکی. برو بریم ببینیم که منوش چطوریه و تغییرات گرافیکی با اینکه میدونم چقدر فرق کرده ولی بریم ببینیم. این شما و اینم پلی استیشن. آرم لوگوش دقیقا مثل PS4 اومد بالا و خود کنسول هم که اینجاست. خیلی خفنه. که منوی خود پلی استیشن 5 هم خیلی خفنه. لیتس گو فقط لود بازی توی این نسل نگاه کنید. اسپایدرمن 2 بفرمایید. اینم بازی نکردم بچه‌ها ولی دوست دارم بازی کنم رو خود PS5 البته. 3 ثانیه طول کشید
واقعا گرافیک الان که از PS4 سویچ کردم اومدم رو 5 قشنگ دارم حس میکنم فرق گرافیکشو 10 برابر بهتره. آسمون و دود رو نگاه کن داشت نور خورشید رو ببین خیلی حال میده اسپایدرمن. فضل حج بچه ها مرسی که این ویدیو رو تا آخرش دیدید، دمتون گرم واقعا و خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگه پیس.